هلو گایز، خوش اومدید به ویدیو ترسناک اول چنل من مستر سنایپر هستم و خوش اومدید به این ویدیو و ایشون هم یونیتار است که داخل ویدیو ماینکرافت پارت 2 داشتم بهتون توضیح میدادم. و بچه ها بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب، شرایطشو میگه. آره، چراغا رو خاموش کنین و از هدفون استفاده کنین. همین، بزن بریم. او لول اول عکس. این تو اینترنت دیدم. حاجی این لول اوله، چرا اینقدر ترسناکه؟ وای دارم مثل سگ علق میکنم. نه وای چه ریدمال بود. لول بعدی خدا بقیه رو بخیر کنه حاجی. لول 2 منوش چیه؟ کنم صداست. این صدا موقعی ترسناکه تو خونه تنها باشی و خونت هم آپارتمانی باشه. خیلی ترسناک. خب این زیاد ترسناک نبود هیچ. اوه گیف. وای وای گیف خیلی بده. گیف خیلی بده. اینا فکر کنم تو دیپ وب هم یه دارک وب یه همچین چیزایی داره. اینو دیدم. اینو من خودم واسهتون گذاشتمش. اوه شیت. عجب فیلمویی میاره. این ساختگی بود فکر کنم. نمیدونم. الان پشت سرش چیزی میاد. من باور کن پشت سرش چیزی میاد. وای 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 اوه شیت. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. من اینا عکساشون تو اینترنت زیاده ولی تا حالا فیلمشون رو من ندیدم.
اینا رو هم دیدم وای چه بده. خیلی مسخره بود. خیلی بد بود. خیلی یعنی بدترین تجربه زندگیم بود. یکی بدترین تجربه زندگیم بود. اوه لول بعدی فیلم. خدای جونم به تو میسپارم. وای واقعی نبود دیگه مطمئنم. وای What the Photoshop edit. اینا معمولا تو خیالا اتفاق میفته. وای پشما. بسته دیگه برو گم شو. What? چون مادر از این فیلم ها نباشه که یه هویی میترسونی. من متنفرم. بچه ها ویدیو به پایان رسید. بچه ها اگه تا همین الان در ویدیو نگاه میکنین لایک کامنت و ساب چنل من و یونیتار یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه فعلا.